سلام. تو این بخش میخوایم درباره چند تا از تستایی که تو آزمایش قیر جزء تستای خیلی مهم ماست صحبت کنیم. من اول خود قیر رو تعریف کنم. ما تو قیر پالایش دو نوع قیر داریم که پالایش مستقیما داریم، یه سری قیرهای اردار داریم. قیرهای پالایشیمون مثل 60 70 85 100 هستن که هر دو تا عدد نقطه نفوذ که ما هم دستگاه دستیشو داریم هم تمام اتوماتیشو داریم. هر دو تا عدد نقطه نفوذ سوزن رو نشون میده. یعنی نفوذ سوزن چی میگه؟ یعنی دستگاه پن ما چی میگه؟ میگه نفوذ سوزن بر حسب دهم میلیمتر. یعنی 60 یا 70 که میگیم 60 دهم میلیمتر، یعنی 6 میلیمتر. نفوذ سوزن بر حسب دهم میلیمتر یعنی 6 میلیمتر نفوذ میکنه در دمای 25 درجه. یعنی ما تستای نفوذمون تو دمای 25 درجه که معمولا از حموم آب استفاده میکنیم، تو دمای 25 درجه ظرفمون رو به مدت 1 ساعت تو دمای محیطی نگه میداریم. بعد از اون 1 ساعت تو حموم آب در دمای 25 درجه نگه میداریم و بعد زیر دستگاه میبریم. معمولا 3 تا تست زده میشه. میانگین 3 تا تست که نباید مثبت و منفی 2 درجه، یعنی معمولا 4 درجه اختلاف نباید داشته باشه. میانگین اونو به عنوان نفوذ پن یا قیر نفوذیمون اعلام میکنیم. بین 60 تا 70 هست. توی قیرهای نفوذی عدد نقطه نرمی رو تو جدول استاندارد نگاه میکنیم که چه عددی هست. قیرهای اردار اینطوری نیستن. قیرهای اردار مثل 90 15 عدد 90 درجه نقطه نرمی قیره به ما نشون میده و عدد 15 نفوذ رو نشون میده. توی دستگاه تست ما توی نفوذ توی نرمی از آب مقطر استفاده میکنیم برای قیرهای خالص مثل 60 70 85 100. ولی تو قیرهای مثل 90 15 که دمای تست ما از 60 70 80 میرسه به 90، بعضی وقتا از 90 بالاتر، به جای آب مقطر از گلیسرین استفاده میکنه. فقط نکتهش تو این هستش که تست های گلیسرینی ما دماش از 30 درجه شروع میشه. تست های آب مقطر ما برای قیرهای 60 70 85 100 از دمای 5 درجه محیط شروع میشه. نکته بعدش اینه که به ازای هر 1 دقیقه 5 درجه دما باید بالا بره که ما بتونیم یه تست کاملی انجام بدیم. این دو تا تست جزو تست‌های خیلی مهمی هست که توی تولید اعدادش به ما خیلی کمک میکنه. بعد فلش و داکریتو و بقیه تست‌ها زده میشه. من خواستم یه جنبنده کلی بگم این دو تا تست اختلافشون دمای تست ما تو دمای نرمی ما توی میگیره و نقطه نفوذ ما تو 25 درجه است. چه موقع آب استفاده میشه چه موقع گلیسرین استفاده میشه اینم توضیح دادم. زمان و سرعت حرکت دما را که در هر 1 دقیقه 5 درجه دما باید رشد بکنه اینو بعد و حالا موضوعاتی هستش که تو بخش بعدی در خصوص کالیبر شدن باهاتون صحبت میکنه. مرسی.